سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گلم. به کانال آشپزی آسان خیلی خوش اومدین. من الهه بانو هستم. امروز خدمتتون رسیدم با آموزش یه سوپ فوق‌العاده خوشمزه و همچنین پر از کلسیوم و ویتامین به اسم سوپ ماش که این سوپ خیلی راحت درست میشه و فوق‌العاده است که بریم با هم دیگه به ساده ترین روش این سوپ خوشمزه رو درستش کنیم. اول از همه ظرف مورد نظرمون رو شعله گاز میذاریم و یه مقدار خیلی کم روغن میریزیم و پیازامون رو که از قبل نگینی خورد کردیم اضافه میکنیم به ظرفمون و یه مقدار پیازامون رو تفت میدیم تا طلایی رنگ بشه. و بعد گوشت مرغ داریم که نگینی خورد کردیم که گوشت مرغمون هم به پیازمون اضافه میکنیم و با پیازمون شروع میکنیم یه مقدار به تفت دادن. و بعد آب داریم که آبمون هم اضافه میکنیم. و بعد ماش داریم که ماشمون هم اضافه میکنیم. ماشمون رو 1-2 ساعت قبلش خیس کردیم که توی این مرحله به سوپمون اضافه میکنیم. و بعد هویج داریم. دوستان هم میتونید هویجتون رو رنده کنید، هم میتونید مثل من نگینی خورد کنید، هر جور که دوست داشتید. هویجمون هم اضافه میکنیم و در ظرفمون رو میذاریم تا یه مقدار سوپ ما بپزه و جا بیفته. و بعد ادویه هامون اضافه میکنیم که ادویه هامون شامل نمک، فلفل، زردچوبه و دوباره 1 ساعت زمان میدیم تا سوپ ما دوباره بپزه. بعد از اینکه سوپتون دیگه یه مقدارمون جا بیفته جعفری خرد شده داریم که جعفریمون هم اضافه میکنیم. دوستان هم میتونید از جوپرک استفاده کنید هم از آرد جوپرک که من اینجا جوپرک در دسترسم نبود، از آرد جوپرک استفاده کردم. هیچ فرقی نمیکنه که جوپرکم و آردش رو یه مقدار داخل آب حل کردم و بعد اضافه میکنم به سوپم و میذارم حدود نیم ساعت دیگه قشنگ بپزه تا قشنگ جا بیفته. میتونید از خود جو هم استفاده کنید، هیچ فرقی نداره. و بعد در آخر سر رب داریم که رب بتونه یه مقدار داخل روغن تفت میدید و اضافه میکنید به سوپتون. اینم از سوپ فوق‌العاده خوشمزه ما که امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. ممنون میشم دوستان گلم اگر از این پست ما خوشتون اومده خواهش میکنم لایک کنید، خواهش میکنم سابسکرایب کنید. اگر سوالی، انتقادی، پیشنهاد چیز داشتید داخل کامنت ها بنویسید، میخونم و با جون دل جواب میدم. مرسی از نگاه تک تکتون دوستان گلم.